Nasıl ki bir yaprak düşer kendi dalından, halin öyle. Ağla Feride, gözyaşların yağmur olup aktı kalbine. Nasıl ki bir yaprak düşer kendi dalından, halin öyle. نقشه اولاد همین است. در گردی باغچه 5 دور زدیم. استاخر فرصت را مناسب میکوبم. مگر برای نقشه کشیدن وقت داشتم؟ پاسبانی در هم به هیچ کجا نمیرود. پول ده دروازه رو میکشوید. تو دیوانه شده ای؟ چی ها میگویی؟ اگر همه رو با پا خیزاند چیکار میکنیم؟ اکنون به درون درا، گویا مالها رو میفراورده باشی، اما درها رو قلف نکن. مالش در درون کمی وقت را گذران، به این هم آنها از فرصت استفاده میکنن. خوب شد از سردارا. مالش برای کار. بیا سلیم. بختمون آمد کرد. بیا زود 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 بیا. راه کرد بیا. زود بیا. بار دیگر به خانم آسیا زنگ زن، شاید او را راضی کنانیم. خوب شد از رفیق کمیسر. زنگ رفته ایستاده است. خیلی دیر کردم. هیچ چیز رو عوض کردن نمیتوانم. حالا هم یک امکانیت داریم خانم آسیا. پینار و تیمور از بیمارخانه برآمدند. شما هم لطفاً زود برگردید، وگرنه فرصت را از دست میدهیم. شما این رو فرصت میگویید؟ خانم آسیا گوش کنید، بعد خیلی پشیمان میشوید. از این زیادتر پشیمان نمیشوم. خانم آسیا. چی شد رفیق کمیسر؟ راضی نشدند؟ پس گشته است، از همش دست کشیده است. خیر چی کار میکنیم؟ خدا گو که اول به بانک روند. همین طور برای به خانه برگشتن خانم آسیا فرصت می شود. راست میگوید رفیق کمیسر. در همین جایند. در همین جایند که نو گذاشتند. گلرو هم در همین جا می ایستد. گلرو هم همین جا میماند. او را هم زیر حمایه شاهدان گرفتند. مایلش هیچ گپ نه. حمایه کردن گیرند. اگر در درونی پخته هم او را پیچانند، از غالب پنهان کردن نمیتوانند. اگر چیکار کنیم؟ امشب کارش را تمام کنیم؟ نه، ما خودشان را در امنیت فکر کنند. ترسیده رفت گویند.
برای آنها چنان نقشه دارم که اگر در آنجا می بودم مرا میکشتی ها؟ این رو تو میگویی؟ کمال گفته پسری خودت رو نکشته بودی؟ گوش کن، خواهی نخواهی یک جای زندگی میکنیم. تا روزی مرافی هم دیگرمون رو طاقت میکنیم. البته اگر تو آن روز نموریم. غالب چنانی که تو رو وظیفه‌دار کرده بود دیگران رو هم از پس همان وظیفه‌دار میکند. در سرت هر چیزی نباشد فراموش کن. در اینجا یک امکانیت داری اما در بیرون نه. مادر جان چی شد؟ چرا اینقدر گریه میکنید؟ کمی زیخ شدم پسرم. هیچ گپ نه. بابایم شما رو رنجاندن. نه. اما بعد از صحبتشون گریه کرده. چرا این طور فکر میکنی؟ مادر کلید رو نیافتید؟ در اینجا بود. آذر. چیز نیست. همش خوبه. من به شما نگفتم که زنگ نزنید. خانم آسیه هوشتان را به سرتان گیرید. اصلا با این کارتان دخترتان را در خطر میگذارید. اگر زود به راه نبرایید پینار و تیمور به جزای سزاوار بوده اشان نمیرسند و یک عمر به سر ینگم بلا میشوند. حالا در کجایند؟ بله، خانم آسیه به نام شما حساب شده بودند. می توانیم فهمیم که در حساب چقدر پول است؟ 2 میلیون دلار. خیر، چرا انتظار این پول را زودتر گیریم؟ اما ما اینقدر پول کلان رو یک و یک بار داده نمیتوانیم. برای این پول رو گرفتنتون یک شرط گذاشته شده است. چی خیلی شرط بوده است؟ مگر پول شرط داشته است؟ در اینجا همین طور نوشته شده است. برای پول رو گرفتنتون امضای خانم آسیه لازم است. یعنی خانم آسیه باید به اینجا اومده امضا گذارد. انا اون وقت شما میتوانید پول رو گیرید. $2 دارم اما گرفتن نمیتوانم. جانم دعا کن که اون زن زنده است. به عقل است گفتی؟ باز بهتر. راضی کنندنش آسان تر است. میتوانیم.
برای 2 میلیون من همه کار را میکنم. من هم همه کار رو میکنم. چرا این طور نگاه میکنی؟ اهمیت نده جانم، من همین طور گفتم. شد به نزد ماهیگیر می رویم. به خانم آسیا گوی که زودتر آید. خوب شده است. لبای خانم آسیا شما در کجایید؟ از بانک برآمدند. حاضر به نزد ماهیگیر می روند. من هم در راهم. به فکرم صدمه شده است. راه بند است. یگان راه دیگری نیست؟ با یگان کوچه دیگر درآیید. از کجا دانم؟ یگان راهش را یابید. یگان کار کنید خانم آسیا. کوشش دارم. کوشش میکنم. برای رسیده رفتن کوشش میکنم. هی کن آخر. اولین امضا را گریم، بعد خودت هم نمیفهمی که چی طور این پلهایت پریده میروند. باز تو سر و کار گیرم. از اون پلها یک تنگه هم نمیگیری. به این هم به قریبی میمیری. نه حاضر نه، فقط حاضر نه. ای خدا بنزین تمام شد، بنزین تمام شد. خدایا خدایا باورم نمیآید. ای خدا. لبای در راه ماندم. خانم آسیا حاضر میرسیم. زود باشید. به یگان تاکسی شینه. زودتر. مایلش لطفا زودتر. دریاب نمی کند. تاکسی. دخترم بس است. از آمدنت خودت را آب و ادا کردی. بخشیده نمیتوانم. دروغ خواهی به من گفته اش را بخشیده نمیتوانم. مگر او نمیخواست که یک بار او را به آغوش گرفتم و در جان گویم. من چندین سال در حسرت او بودم. اکنون یافتم، لیکن باز از دست دادم. او را نمیبخشم، هیچگاه نمیبخشم. این طرف نگویید پای فریده. آخر بینید از روی پدری من چی بلاهایی به سرمون آمد، اما جایش آمد پدر جانم گفته با آغوش گرفتم. آخر پدراتون هم گفتند که همش برای محافظت شما بوده است، برای به شما ضرر نرسیدن. مگر برای این دروغ گفتن ممکن است یاسومن؟ مگر با دل انسان چنین بازی میکنند؟ اینقدر عذاب میدهند؟ انسان چطور میتواند به فرزند خودش این کار را روا بیند؟ میکند دخترم، میکند. حتی به یک فرزندش هم میکند. ضرر نبیند گفته پدر مادر به همه چیز راضی میشوند. فرزندان خودت را فکر کن. خدا نشان ندهد اما برای خوبی آنها همه کار را نمیکنی. اصلا فداکاری را مادرت کرده است، از فرزندش گذشته است. برای تو از تو گذشته است دخترم. خانم آسیا شما در کجایید؟ بعد از 5 دقیقه همانجا میشوم، در راهم. شما دیر کردید خانم آسیا. خیر چی کار کنم؟ یگان کار کرده به گپ گیرید. من در راهم. به صاحب خانه زنگ زن در راه نگشاید. خوب شد است رفت کمیسر. همینجا انتظار شو، زود برمیگردیم. در همین جست. بله.
خیر چی طور به درون در اومده او رو میبروریم؟ تو را دخترش گفته شناس میکنم. بلا زند این آدم آمد. آسیه حالا هم ناآمده است. چیکار کنیم؟ مجبوریم در رو کشوییم. کشایم میگویی؟ ها کشوییم. لبای رفیق کمیسر. ها نکشایم؟ مالش فهمیدم. خانم زود رفته ترزی پشت را کشا. برای چی؟ یک مراتب نپرسیدم میتوانی کار را اجرا کنی. شاید در خانه نباشند. تو ایست من کن یک اطراف رو نظارت کرده بیایم. بیا به این طرف. رفته در رو کشا. وای اکا در کجای داخل؟ پینار اکا شما کجا شدید؟ من رفته کشتی را گپ زنان کرده آمدم. شما نبودید اکا؟ کارم برآمد. به کشتی هم احتیاج نیست. پینار میخوام شما رو با شخص شناس کنم. پینار اینجا بیا. بخیر است؟ این زن کیست؟ بیگانه نیست. من هم برای او به نزد شما آمدم. سلام خوش آمدید. این طور نیستید؟ مرحمت کنید. اولی کار خوب است. انشالله دوامش هم خوب می شود. انشالله. خوش آمدید. این خانم دخترشون است. همین طور؟ چه شد؟ آخر شما این زن رو نمیشناختید کو؟ با اون طرفش کاردار نشو تا ما هم با تو کاردار نشویم که چرا اینقدر وقت این زن در خانه تو است. همین طور نه؟ شما نجات یافتن نمیخواهید؟ من برای بردنش اومدم. او مادری من است. اگر این طور نمی بود برای چی اینقدر راهی دراز رو طی کرده به اینجا آیم؟ من رود. ما در اینجا بیمارخانه نکشاده ایم. از بیمارداری بیزار شدم. نزدیکانش بودند من برند. خیر چیکار کنیم؟ مایلش در کجایند؟ در این حجره. مرحمت. مادر جان؟ انا بینید به نزد شما کی رو آوردم؟ به خاطر آوردید؟ من به یادتون میارم. خیزید به خانه میرویم. کلیدم را گم کردم. در دست توست؟ بله بیایید رفتیم در خانه به شما میدهم. رفتیم.
بیایید خزید. بیایید رفتیم. در باز شد. میبرویند. زودتر خیر خوش کنم باید رویم. فریده به خانه رود. این رو گیر. مایلش. بیایید رفتیم مادر جان. این کارم هم به خیر به انجام رسید. به خدا یگان واقعه می شود گفته مرده و زنده شدم. این چیست؟ خانم آسیه وقتی رفتنشون به دست موندند باید به دخترشون دهم. وای داد این کار تمام نشد است گوی. لبای الو میخواهم با خانم فریده گپ زنم. منم. با شما حتما واخوردنم لازم. شما کیستید؟ با کدام مسئله بخوردن میخواهید؟ در مسئله مادرتون باید به شما یک چیز رو دهم. من مادر ندارم. اما با من یک چیزی دادند که آنو باید به شما دهم. میتوانم با شما بعد از یک ساعت بخورم؟ در ساحل سریع نزدیک ماهیگیران. آن رو به اونجا میارم. به خاطرت هست؟ همین طور هر دویمون با ماشین میرفتیم. تو با سفر دور و دراز میرفتی. عیناً همان رو بار دیگر از سر میگذرانی مثل فیلم ها. پینار جان تو خوبش بیهودگویی نکن. مایلش این رو بینه آخر گپ زدن هم نمیتواند. با کجا میرویم؟ با بانک؟ کمی کار داریم. بعد من با تو منت داری بیان میکنم. او چی کار کردن میخواهد نمیدونم. برایم نگاه کرده گپ نمیزند. با شخصی ناشناسی خبر میفرستد. اپای فریده معلوم میشود که چیزی هست. خیزد روید. دخترم مادرت است. از تو یک چیز رو خواهش کرده است. یگان چیز رو میدوند آخر. کنی خیز. مادر جان اگر شما جیغ زدید من زود می آیم. آنها آمده ایستادند. سلام باز آمده. سلام. بیایید مادر جان شینید. مرحمت. سلام علیکم. شما گفته بودید که امضای خانم آسیه لازم است. ما برای همین آمدیم. خانم آسیه مایلش شما کمی انتظار شوید من کارها رو سر کنم. این را بین زن را به چه احوال آوردیم. هیچ نباشه سر و رویش را به ترتیب می آوردیم. اگر او را بینند پول را نداده ما را از در پیش میکنند. بس بودگیست. باکی بودن پول و ایمان معلوم نیست میگویند. میدانم که دویمش را تو نداری. اما کمی دیرتر یکمش میشود. لطفاً به اینجا امضا گذارند. کنی گیرید مادر جان. در اینجا امضا گذارید. مرحمت.
بله بله حاضر پول ها رو میگیریم. این ناممکن است. چطور ناممکن بوده است؟ امضا گفتید امضا هست، باز چی؟ خانم قدر پول رو در یک روز چطور جمع میکنیم؟ هیچ نباشد یک روز مهلت دهید. با من چطور میتوانید جمع کنید؟ یک روز؟ بله تا صبح فردا. خیلی خوب. شما با من زنگ زده بودید؟ بله. مادرم را از کجا میشناسید؟ از من چیزی نپرسید، تنها این رو گیرید. او فرستاد. بله شما باید به خانه روید. چی گپ است؟ به من فهمونید آخر. من این مرق رو برای وجدانم شده آوردم. التماس دیگر از من چیزی نپرسید و مرا در حالت ناگوار نگذارید. روز بخیر. تا پگاه چی کار میکنیم؟ انتظار میشویم. آخر یک روز دیگر گفتند. خانم آسیا چی؟ در طرف راست من کنید. تو چی کار میکنی؟ گفته بودم که منت داری بیان میکنم. پینار تو کاردار نشو، من چی کار کردنم رو میدونم. ایستد لطفاً. کنی فرا انا همین قدر. چینید خانم آسیا؟ چی شد؟ چرا فرامدید؟ باز چی میشد؟ کارشون به آخر رسید. اینها چیکار کردن میخواهند؟ به عقلی میکنند. مادامی که پول رو صاحب شدن چرا آدم میکشند؟ شما پینار را نمیشناسید. مگر پینار همه کار را برای پول میکند؟ فکر میکنید شرف را برای پول پرانده است؟ پینار را میشناسم، برای همین حیران نشدم. باز از آب خشک برآمد. خواستیم بالای جنایت او را دستگیر کنیم، به چه احوال رفتیم؟ برای قاتلی بیرحم در دستمان تنها دلیل قلابی داریم. این هم خطای شماست. ای خدا، از دست میدهین. به این هم دستگیرشان نکرده بودیم. خانم آسیا، آفرین او را در بین راه فراوردی. چی کار میکند؟ به کجا میرود؟ به خدای نشکاری او. دعا کند که او را فراوردم. من هم حیران شدم. حیاتی نو تیمور جان، این با تو یگان چیز رو بیاد نمیاره؟ نه دیگر مشکلی نمیخواهم، فهمو؟ در طرف راست من میکنید. تو اکنون به کجا میروی؟ یک کار خورده دارم، در خانه با میخوریم. در طرف راست من کنید. خوب شد است اپا، حاضر من میکنم. تو دیلک و پاسپور رو فرستان. خیر. ای خدا، آفرین به تو. پنج 11 981. این روز تولد من است. چرا این رو نوشته است؟ فریده جان، لبه خانم، از آنجا جزدان را آورده نمیکشوی؟ از همین جوان؟ بله. بیار کشو. این کد دارد. 5 11 981. روز تولد من.
بله. تصادف. این آن کد است. چرا این را فرستاده است؟ با کلیچلی. کلیچلی. گوش میکنم خانم پینار. چرا مرا جیغ زدید؟ برای با سرداری نو شناس شدن. یعنی شتاب کیست؟ البته من. لیکن آقای تیمور چی؟ از این پس آقای تیمور نیستند. اما پامو ندارد. واریسی نوی خالدینگ کاراکولی منم. از این پس انتخابت را خودت کن. مایلش تشکر. چی شده است؟ روناندا در میدان اسکودر فراورده است. تیمور را باشه با کاندیلیا به نزد آسیا رفتند. اگر خانم آسیا هم همونجا باشه چی؟ ما هم به کاندیلیا میرویم. با قندیلیا زودتر. با خانه نروید. تیمور در اونجا، شاید پینار هم آید. فریده، باید اونها رو برارم. آقای امیر، در کجایید؟ حاضر پیامکتون رو خواندم، اما فریده در اونجاست. لطفاً یاری دهید. مایلش. باید آنها از آنجا برایند. آقا یوسف، من از شما یک خواهش دارم. تو در کجا بودی؟ گفتم که کار داشتم. ایستا جواب نده. ما در کفت کوبیم. ایستا. پاسبان کجا باشد؟ چیکار میکنیم رفیق کمیسر؟ کمی انتظار شویم. در پگاه شود و از اینجا روم. خودت تنها میروی؟ نه جانم، این طور گفتن نمیخواستم. در آمده گم. این کیست؟ چی طور از دری باغ در آمد؟ بیا باش خونه. فریده است. عوضی به مادری همین قدر بوده است. او چرا آمده باشد؟ بیا ما هم از پسش برایم. احمقی نکن. هم حیات نو میگویی، هم خودت رو به دست میسپاری. یکون چیز را فراموش کرد، از گرفته میرود. گفتم که میرود. حاضر وقتی همین بود. سلام.
من سرمحاسب گلپروری کلیجلی یوسفم. خانم واسیه به کارگاه هم اومدن. احوالشون خوب نیست. خواستم به شما خبر رسونم. چی؟ چی منو دارد؟ با این احوال چی طب به کلیجلی رفته است؟ از کجا دانم رفته است آخیر؟ اصلا او در اینجا چی میکند؟ نمیدانم آخیر. این ینگه در خونه بود است؟ ینگه در درون نگون کس هست؟ نه. تو چرا اومدی؟ پینار و تیمور. بیهوده انتظار نشو، کار از حد گذشت. شوهرم، مادرم، پدرم، هر کسی که داشتم همه‌شون رو گرفتن. انا بعد رفتند. شما باشید همتون این رو تماشا کردید. ینگه گوش کنید، خطا میکنید. مادرتان شما را دیگر به من مادرت نگویید. از او تنها این جزدان مونده است و خلاص. میخواهم آن رو هم برده سپارم. رفت کمیسر. به سراغی دادن رفته آسیه را کش. گوش کن، من در اینجا دلگیر میشوم. برای یک شب به یگان مهمانخانه دیگر رویم؟ تیمور، از برای خدا چی خیلی مهمانخانه در اینجا براحت هست. برای چی؟ از کجا دانم؟ در اینجا براحت تر خوب میروی. خوش آمدی پینار. فریده، شما
برای این دو چیز مرا از دست دادید. سلاح، پول. اکنون با این چیزها خوشبخت شوید. فریده دخترم، فریده لطفا مرا نادرست فهمیدی دخترم. فریده احتیاط باشد خانم آسیا. چی واقعی امیر؟ ینگا در جایتان ایستید و یگان جا نروید. یگون چیزی مهم نیست، کمی زخم است. اما خونی زیاد رفته ایستاده است. فریده التماس بسیار گپ نزنید. بینید به کدام حال گرفتار شدیم. گریخت پلید، از اینجا رفتن ما لازمه. شما خوب هستید؟ خوبم. خانم آسیا، در اینجا بودن شما را کسی میدانست؟ با کسی خبر داده بودید که اینجا هستید؟ نه، خبر ندادم. یعنی کسی نمیدوند. اما وقتی که در رو گشودید در دستتون سلاح بود، چرا؟ گویا کسی رو انتظار بودید. هیچ گپ نه، فقط ترسیدم. شاید کسی شما را از پستان میپایید، چون که این به کارهای پینار و تیمور مانند است. اما دیگر اینجا بودنمان خطرناک است. بیایید زود رفته به یگان بیمارخانه نزدیک زخمتان را نشان دهیم. نه لازم نیست، من خوبم. بیایید رفتیم، رد نکنید. التماس چیزی که امیر گوید همون رو کنید. این آدم چرا زنگ نمیزند؟ از عهده‌اش نبرآمد چی؟ گپ زن، چی شد؟ پروندی ها؟ پروندم، اما مرد نمردی نشون نمیدونم. تو چی ها میگویی ابله؟ آن سرکمیسر امیر، فریده همه‌شان آنجا بودند. قریب بود که با یک تیر دو فختک میزدم. با زمین افتید یا نه؟ افتید. در حال دخترش خودش رو در بالایش پرتافت. خوب، یعنی مردش در میدان نماند. در گرد اطراف کم کرد. از من خبر انتظار شو. خانم آسیا، بعد از بیمارخانه به خانه ما میرویم. تا دستگیر شدن پینار و تیمور در خانه ما میستید. چی گفتید ینگه؟
لازم نیست، من در خانه خودم میستم. خودتون گفتید که پلیس پاسبانی میکند. هیچ چیز نمیشود با من. خودتون میدانید. الو سلیم، کسی نامده است به خانه؟ نه رفیق کمیسر، حالا هم هیچ کس نامده است. چون که خانم آسیه را تعقیب میکنن. کمی پیش در خانه در دهه بوده قصد کشتار کردن. نگاه کن، کمی پس به خانه میارم. با دقت باش، فهمو؟ خانم همشیره نمی نوشم، بیهوده خودتان را مجبور نسازید. این خیلی نمی شود. برای طبابت اینجایید. من این داروها رو به شما باید دهم. به من دهید. مرحمت. گفتم که نمی نوشم. این طور که باشد من شما رو با دخترتون شناس کنم. میل شناس کنید. اوه آقای خیردین، بیایید گذارید. بخیر است؟ یگان مشکلی دارید؟ یگان مشکلی نیست. همش عیبی من است. همش گناهی من است. از این روز زنده بودن نمیخواهم. این خیل نگویید. جان داده خداوند را تا آخرین نفس باید احتیاط کرده، بعد از آن حقی آن را برگردانید، هر قدر که زندگی مشکل نباشد. اگر این سرگذشت مرا میدانستید این خیل نمیگفتید. همسرم، دخترم، همه گناهایشان در گردنم. جواب این را چه خیل میدیم؟ زندگی کرده گناهایی کردت را میشویی، بعد از مردن امکانیت نداری، چون که بعد از مردن برای گناهایی کردت البته جواب خواهی داد. من همین خیل میکنم. هر نفسی که با قلب پسرم میگیرم وجدانم را پاره پاره میکند، اما چاره ندارم. تقدیرم همین بوده است. من هم گناهایم را میشویم. درد هم از خداوند است و درمان هم از خداوند. هیچ برگی بی سبب از درخت نمی افتد. آقای ایهان، البته همه این حکمتی دارد. شکر کنید که خوب استید. گناه های کرده‌تان را درک میکنید و حالا هم فرصت دارید که توبه کنید. از این دیده فرصتی دیگری نمی شود. ینگه، میدانم از مادرتان دل شکسته هستید، ولی آن کس را هم باید فهمید. چرا اونها مرا نمیفهمند امیر؟ تو امروز فریده میفهمید، فریده میبخشید، فریده همه کارو برایشان میکرد، دیگر اکنون نمیکند. کاری رو که پدر و مادرم در حق من کردند یک بیگانه نمیکرد. آنها رو بخشیده نمیتوانم امیر. دیر شد. من اکنون روم امیر. تو مادرم رو به خانه برده میرسانی؟ میلش؟ میلش؟ خدا شفا دهد. کاشکی نمی اومدید. هرچی نباشد فریده از قفایم میگیریست و نفرت نمی کرد. آقای ایهان داروهایشان نمیخورد.
درد پسرمون تمام شد و دلمون با اون سوزد. پسرم با عیبی آنها در اینجا خوابیده است. تو چی ها میگویی نباید؟ چی گویم؟ پینور گناهگار باشد آنها هم گناهگارند. نشنیدی که امیر چی گفت؟ چقدر کارهای فتنه انگیز و نیرنگاور شدن. باز با من جنگ میکنی. کمی خطا کردم که عقل شیطان نمیگیرد. همه جزایش را بیند. همه از دستی ما جزا دادنی آدمان نمی آید. پس چی می آید؟ رحم خوری؟ دلت به ایهن سوزد؟ آسیا را دستگیری کن. باز پسر پینا را الله گوی. جان پسری من به من قیمت تر است. من پسرم را میدانم. به پسرم دلم می سوزد. کنی گذر بیا انا این را پوش. گذر دخترم گذر. انا کو اینجا شین. گوش کن. تو می آیی گفته این را ببین چخیل خانه رو تازه کردم. ببین چخیل زیبا شده است. چخیل معقول. خانه بوی خوب میکند. اما به مانندی بوی تو نیست. دخترم تو بوی دهات میکنی. بوی خوب نمیکنم. دخترم بوی بهترین میکنی. من این بوی را یاد کردم. یاد تو اینجا شین. من رفته یکون چیز برای خوردن گرفتم میارم. میلش لازم نیست. از دهات خیلی چیزهای زیاد آوردم. سبد تا لبش پر است. اما خوردنی دهات دیگر و خوردنی اینجا دیگر. اینها را تو برای من آوردی. کنی گپ زن؟ ها؟ اگر گوی که دلت چی میخواهد؟ زودتر بیاید. خواتر نشو. تا تیار کردنی دسترخوان من زود برمیگردم. نوبت با پولی در بانک بوده رسید. پگاه همه کار تمام می شود. از همه خلاص می شوم. از آسیا، فریده، کمال. پسرم رو گرفته از اینجا گریخته می روم. اگر کمال کاری وصیتش رو حل کرده باشد یا پول رو پیش از من نگرفته باشد. لبای این رقم تلفنی کمال نیست؟ بله. از پدرم. تو دخترش میشوی؟ بله، از دهات آمدم. پدرت در کجاست؟ تلفن رو به او ده. برای خرید برآمد. آمد. پدر. لبای دخترم. شما را یک زن میپرسد. گوش میکنم. روز بخیر. دخترت آمده است؟ پینار؟ ها، پینار. تو در کجایی؟ در کجا بودنی من رو چیکار میکنید؟ تیمور بعضی چیزها گفت. برای وصیت مراجعت کرده ای. این گپ راست است ابله؟ نه، یگان کار نکردم. خب من هم گفتم یک آگاه کنم که این خطا رو نکنی. دخترت هم آمده است. میگویم که به سرتون بلو نخرید. تینجکک زنده کردن گیرید. به این هم پگاه آن پول رو گرفته از اینجا میروم. چه خیلی که میگویم دشمن که رفت مشکلات هم تمام میشود. میلش تو در کجایی؟ از بیمارخانه چه خیل بر اومدی؟ چه خیل بر اومدم کارت نباشد دیگر آن طرفش رو نپرس. گوش کن پینار، من تو رو این کار هم تمام شد. حاضی رفته شکمم رو سر میکنم، لباسم رو عوض کرده به خود میآیم.
کمال زنگ میزنه. گوش میکنم. فهم آقای کمال، تمام. ما به آن هم پگاه رفته در آنجا منتظر میشویم. باز هم خوب شد که خبر دادید. از پس پول بودنشان را فهمیدیم. بایلش سلامت باشید. به کمال خبر دادن، پگاه با بام گرفتن. هوشیار باشید، باز در غفلت نمانید. بایلش رفیق کمیسر، خواطر نشوید. چی شد؟ نمیکشویم؟ نمیدونم برای چی نمیکشویم. باز یک بار دیگر زنگ را زیر کنید. من کلید دو. گوش کنید، در این درها 24 ساعت پلیس میایستد. با خبر باشید. لازم نه محافظ میآید، البته به اونجا رفته است. در این حالت اینجا را تنها نمیگذاریم. خودتون میدونید. سلیم. یک ثانیه خواهش میکنم. این هم از شما در ده مانده بود. دیدن نمیخواهم، اما از کارهای کرده هم شرم میدارم. در آنجا مانده نمیتوانستیم. گرید التماس. زود باش سلیم. خانم موسیه، یک دقیقه. دیلک؟ دیلک؟ در کجاست این؟ ای خدای خدا، دیلک در کجا باشد که؟ خانم موسیه، من در بیرونم، لازم شوم خبر دهید. مایلش. ای خدا. دیلک، برای چی در خانه نیستی؟ محافظ هم نیست. چی؟ کی روان کرد؟ تیمور؟ وای چی دخل دارد اینجا؟ خوش آمدید خانم گونش.